احمد مسعود فرزند احمدشاه مسعود و رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان که به ضد رژیم نو طالبان می جنگد بعد نیم سال خاموشی یک پیام نوی ویدیویش را به مناسبت عید نوروز و رسیدن سال نو 1401 هجری شمسی نشر کرد. احمد مسعود در برابر تبریک مردم به مناسبت نوروز سال گذشته را یک سال بد برای مردم افغانستان نامید و گفت طالبان فرصت صلح در افغانستان را از بین بردند. او این گروه تندرو را که ماه اوگوست سال 2021 قدرت را در افغانستان به دست آورد در ادامه همکاری با گروه‌های تروریستی و تبدیل دوباره افغانستان به پناهگاه و لانه تروریسم بین المللی عیبدار کرد و گفت جبهه مقاومت ملی برای رسیدن به صلح و ثبات در افغانستان راهی بجز از سرکوب طالبان نمی‌بیند. آنها از ما تقاضا دارند که یا تسلیم شویم یا با آنها بیعت کنیم. پیشنهاد ما درباره حل مشکل افغانستان را نخواستند بشنوند، تاکید بر جنگ کردند و همین طور جنگ سر ما تحمیل شد. ما تا آخر لحظه برای افغانستان آباد و زیبا و مستقل در برابر هر نوع اشغال و استبداد می‌ایستیم و مبارزه می‌بریم، گفت احمد مسعود. این اولین پیام ویدیویی احمد مسعود در نیم سال آخر است. ماه‌های آخر درباره پیکار جبهه مقاومت ملی افغانستان به ضد طالبان تقریبا هیچ خبری به گوش نمی‌رسد، ولی فرماندهان و نمایندگانش این را به فصل سرما ربط داده اعلام کرده بودند که با آمدن بهار حمله‌های خود به ضد طالبان را از سر خواهند گرفت. احمد مسعود سال 1989 در خانواده احمدشاه مسعود قهرمان ملی افغانستان به دنیا آمده است. او 12 سال داشت که پدرش را جنگیان شبکه القاعده در یک حمله مسلحانه کشتند. احمد مسعود در اکادمی حربی ساندرهرست بریتانیا و از سال 2012 تا 2015 در فاکولته تحقیقات حربی کالج پادشاهی لندن تحصیل کرده. سال 2016 رشته سیاست بین المللی دانشگاه شهر لندن را ختم کرده است. او سال 2016 به افغانستان برگشت و رهبری صندوق احمدشاه مسعود را به دوش گرفت. بعد تصرف کابل از سوی طالبان احمد مسعود جبهه مقاومت ملی را تشکیل داد. به فرق از دیگر کشورهای منطقه و بازیگران بزرگ بین المللی، تاجیکستان از اول نسبت به طالبان موقع شدید گرفت و گفت حکومت را که در آن به نمایندگان عقیده های قومی افغانستان بخصوص به تاجیکان آن کشور جایگاه شایسته داده نشود اعتراف نخواهد کرد. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمون چند بار گفت تاجیک‌ها 46% اهالی افغانستان را تشکیل می‌دهند و باید در حکومت جایگاه سزاوار داشته باشند. امامعلی رحمون همچنین به صورت آشکارا از جبهه مقاومت ملی افغانستان که تحت رهبری احمد مسعود به ضد طالبان می‌جنگد طرفداری کرد و پاکستان حامی اساسی طالبان را به برگزاری مذاکرات بین طالبان و تاجیک‌های افغانستان در شهر دوشنبه متقاعد کرد. پرزیدنت تاجیکستان همین طور طالبان را عیبدار کرده است که افغانستان را دوباره به لانه تروریسم بین المللی تبدیل داده ایستادند. چون این موقع‌گیری‌های دوشنبه رهبران طالبان را عصبی کرده است. طالبان چند ماه پیش تاجیکستان را در دخالت در کارهایش عیبدار کرد و گفت هر عمل عکس العملی دارد. یک نماینده طالبان حتی تهدید کرد که اگر جامعه بین المللی دخالت نکند ما تاجیکستان را در 24 ساعت تصرف خواهیم کرد.